امروز اومدم تا بگم 90 روز قطع اینترنت با مغز ما چه کرد. انسان دارم از روی متن میکنم. انسان مدرن فقط با اکسیژن و آب زنده نیست. مغز انسان امروزی به اتصال هم وابسته است. این اتصال صرفا سرگرمی و شبکه‌های اجتماعی نیست. اینترنت بخشی از سیستم پردازش شناختی ما شده است. چیزی شبیه حافظه خارجی، سیستم جهتیابی، تنظیم هیجان، دریافت هویت جمعی و حتی درک زمان. وقتی این اتصال برای مدت طولانی قطع می شود، فقط اطلاعات از بین نمی رود، ادراک انسان از جهان هم تغییر می کند. بسیاری از افراد در این ماه‌ها تجربه های شبیه این داشتند: احساس گنگ و غیرواقعی بودن دنیا، فراموشی زمان و تاریخ، خستگی ذهنی مداوم، بی‌حسی عاطفی، اضطراب مبهم و بدون علت مشخص، نیاز وسواسگونه به چک کردن اخبار. اینها صرفاً ضعف شخصیتی یا بیش از حد آنلاین بودن نیستند. مغز انسان در شرایط بحران طولانی وارد وضعیتی به نام سروایول مود می شود. حالتی که در آن سیستم عصبی به جای رشد، خلاقیت و آرامش تمام انرژی خود را صرف پیشبینی تهدید می کند. در این وضعیت آمیگدال، مرکز پردازش ترس و تهدید، بیشتر فعال می شود و قشر پیشانی مغز که مسئول تصمیم گیری منطقی و تنظیم هیجان است، عملکرد ضعیفتری پیدا می کند. به زبانی ساده، انسان کم کم از زندگی کردن فاصله می گیرد و فقط شروع می کند به دوام آوردن. نکته عجیبتر اینجاست که مغز به نبود ارتباط اجتماعی هم واکنش عصبی نشان می دهد. مطالعات نوروای میجینگ نشان داده محرومیت اجتماعی و انزوای طولانی مدت می تواند بخش‌هایی از مغز را فعال کنند که در درد فیزیکی هم درگیر می شوند. برای مغز انسان قطع ارتباط همیشه فقط یک اتفاق تکنولوژیک نیست، گاهی شبیه یک فقدان زیستی تجربه می شود. شاید برای همین بود که در این مدت بسیاری از افراد احساس می‌کردند جهان کوچکتر، تاریکتر و دورتر شده است. اما با تمام اینها، سیستم عصبی انسان یک ویژگی عجیب دارد: سازگاری. مغز انسان حتی در تاریک‌ترین شرایط هم سعی می‌کند الگو پیدا کند، معنا بسازد و خودش را باز تنظیم کند. شاید همین ویژگی باعث شده تمدن بشر با وجود این همه جنگ، سانسور، فروپاشی و ترس، هنوز کامل خاموش نشده باشد.